سلام، به نوجان خوش اومدید. من مرضیه هستم. اینجا ما قصد داریم در مورد چالش‌های پیش روی مهاجران در طول مسیر مهاجرت صحبت کنیم و از دیدگاه خودمون درس‌ها و تجربیاتی که به دست آوردیم رو به اشتراک بذاریم با امید اینکه چراغ راهی باشه برای افرادی که مهاجرت کردن و اونا هم این چالش‌ها رو از سر بگذرونن. سلام، من هستی هستم. نوجان بیانگر جان تازه‌ای هستش که مهاجرا در طول مسیر مهاجرت به دنبالش هستند. در نوجان ما سعی داریم نشون بدیم که برای تاثیرگذار بودن نیاز نیستش که فرد خاصی باشی. آدم‌های معمولی هم هزار حرف نگفته و درس نیاموخته دارن. اپیزود قبلی ما راجع به مراحل نیل به مهاجرت یا مراحل مهاجرت صحبت کردیم و از تجربه شخصی خودمون اون رو به 3 مرحله تقسیم کردیم: مرحله تصمیم گیری، مرحله اقدام و مرحله تطبیق با محیط، انطباق با محیط. مرحله تصمیم گیری رو به تفصیل راجع بهش صحبت کردیم. حالا خیلی خلاصه اگه مثلا بخوام اشاره کنم این بودش که حالا خود مرحله تصمیم گیری که از نگاه من و مرضیه مهمترین مرحله است توی مهاجرت، اینه که خودش تقسیم میشه به چند تا زیر مرحله، ساب استپ. توی اون زیر مرحله اولی این بودش که اصلا ما بیایم یه به قولی جدول امتیازدهی داشته باشیم بر مبنای مزایا و معایب. 2 تا 4 تا. آره 2 تا 4 تا کنیم آقا بریم نریم، که خودمون تعیین کننده همین که بمانم یعنی بودن یا نبودن است که برم یا نرم. و خب گفتیم که اصلا تکنیکش اینه که آقا یه کاغذ آچار بردار، از وسط به 2 قسمت تقسیمش کن، مزایا معایب، موردا رو بنویس و از هم مهمتر اینه که بهشون وزن بدی. خودش خیلی تعیین کننده است. حالا اگه توی اون تصمیم گیری به این نتیجه رسی که میخوای بری، 2 تا مرحله بعدش اینه که کجا برم و چه جوری برم، که مثلا باز از تجربه شخصی خودمون، چون هیچ قانون کلی وجود نداره، ولی خب تجربه شخصی ما این بود که خب مثلا توی همون مرحله کجا بریم آب و هوا برامون وزن داشت، مهم بود. زبان انگلیسی یعنی زبان اون کشور برامون وزن بود. اون که چقدر طول میکشه که من از اون حالا ویزایی که باهاش میرم فرضاً دانشجویی برسم به حالا اقامت، یعنی بتونم ساکن اون کشور بشم، اون پروسه کوتاهیش برامون وزن بود. و بعد اینکه چه جوری برم این بودش که حالا با توجه به شرایط خودمون، یعنی سنمون، اینکه حالا کی فارغ التحصیل شدیم از دانشگاه و یه سری عوامل دیگه، تصمیم بر این میشه که خب حالا با ویزای دانشجویی برم، با ویزای مثلا پرمننت رزیدنسی اقامت دائم برم، و یه سری از تجربیات خودمون هم به اشتراک گذاشتیم باهاتون. خب مرحله بعدی دیگه میشه مرحله اقدام دیگه. حالا اگر که تصمیمتو گرفتی، من الان تصمیم گرفتم که میخوام مهاجرت کنم. حالا خیلی هم هستن ممکنه تصمیم بگیرن که مهاجرت نکنن، ولی خب ما تو این پادکست میخوایم در مورد اونایی صحبت کنیم که دیگه میخوان مهاجرت کنن. و خب مرحله بعدی اینه که مرحله اقدامه دیگه. حالا این جلسه ما میخوایم بیشتر در مورد اون اقدامه صحبت بکنیم و اون تجربیاتی که خودمون داشتیم و به اشتراک بذاریم. فکر می‌کنم بیشتر حالا قراره که در مورد تطبیق صحبت کنیم تو جلسات آینده، ولی این جلسه یا جلسه آینده میخوایم بیشتر بگیم که چجوری اقدام بکنیم. حالا از اون اگر تصمیم گرفتیم تحصیلی اقدام بکنیم، روشاش چی بوده، چون ما خودمون هم تحصیلی اومدیم و بعد حالا برای PR مثلا اقدام بکنید، یا اینکه از اول میخوایم برای PR اقدام کنید. یه چیز دید کلی که خودمون داریم و میگیم. حالا اگه قرار باشه که اگه واقعا علاقه‌مند بودید که توضیح بدیم ریزتر، شاید حالا یه اپیزودایی هم بسازیم برای اینکه ریزتر توضیح بدیم، ولی ما میخوایم کلیت رو بگیم. مرحله اقدام اینکه حالا فرض کنین در استرالیا، چون جفتمون تجربه استرالیا رو داریم دیگه، روش‌های مختلفی داره قاعدتاً. دانشجویی میتونی از طریق ویزا دانشجویی اقدام کنی، میتونی از طریق ویزای اقامت دائم یا PR پرمننت رزیدنسی اقدام کنی. خب ما با این 2 تا آشناتریم چون جفتمون دانشجویی اومدیم و حالا بعداً اقدام کردیم برای PR. ولی خب حالا شما توی همون سایت خود گاورمنت استرالیا رو نگاه کنید، روش‌های مختلفی هستش. مثلا از طریق سرمایه‌گذاری هستش، از طریق اسپانسرشیپ یعنی ساپورت، یعنی اسپانسر شدن اگه خانواده اینجا داری، که خب ما اونا رو دیگه راجبش بحث نمی‌کنیم، ولی خب هستن. هدفمون این نیستش که توی این مرحله ها ریز بشیم یا به عبارتی خیلی تاکید روش بکنیم، چون میگم مثلا موضوعیت این پادکست این به قولی ویزای مهاجرت رو چه جوری بگیرین نیست، کلا موضوعیتش فرق میکنه. ولی
نه تنها صرفاً توی بحث مهاجرت، بلکه تو کل به نظرم از زندگی یک دید اجمالی داشتن به پروسه های پیش رو خوبه. یعنی باعث میشه که آدم شاید حتی از استرسش کم بشه، یک گیر نکنه توی اون مرحله. و حالا خوبه بدونین که حالا چه ویزای دانشجویی اقدام بشه چه ویزای اقامت دائم، این مرحله ها صبر خیلی لازم، یعنی خیلی نیاز به استقامت و صبر هست توشون. پس این دید اجمالی خیلی بهت کمک میکنه که گذر کنی ازشون. آره دقیقاً موافقم باهات. مثلا من یکی از دوستان بودش که مثلا هنوز اقدام نکرده بود برای زبان خوندن، میرفت سرچ میکرد مثلا توی فلان کشور چجوری خونه برم اجاره کنم. مثلا میدونی چی میگم، آدم یه دید کلی داشته باشه و یه 2 قدم جلوترش هم حتی با جزئیات بدونه خوبه. ولی اینکه بخوای چندین قدم جلوتر جز استرس چیزی نداره و ممکنه اصلا وقتتو تلف کنه. مثلا حالا من میخوام شروع بکنم که در مورد ویزای تحصیلی بگم. اولین مرحله اینه که خب زبان رو یاد بگیری دیگه، و با توجه به اون کشوری که تو انتخاب کردی تو مرحله قبلی، که حالا مثلا من میخوام برم نمیدونم کانادا، استرالیا، انگلیسی فقط لازم دارم، ولی مثلا یکی ازش تصمیم گرفتم فرانسوی. آره مثلا میخوام برم کبک، بعد فرانسوی هم بلد باشم، یا میخوام برم اروپا مثلا آلمانی هم بلد باشم فلان کشور. یه همچین دیدی داشته باشی که تو مرحله قبلی گرفتی، شروع میکنی حالا به زبان خوندن. خب مثلا ما خیلی از ماها هستن که انگلیسی رو از قبل بلدن، ولی برای اون امتحان خاص که معمولا دانشگاه ها نیاز دارن، خب مثلا آیلتس، تافل یا پی تی، تو استرالیا پی تی خیلی اینجا باب شده. آره باب شده و علاقه‌مندن بچه‌ها. در کل حالا اون زبانه است که باید بخونی و مرحله بعدی اینه که مدارک تو آماده بکنی. حالا خود زبانم جزء مدارک میشه دیگه، یعنی آزمون زبان. و مدارکی که دیگه به غیر از اون هستش، مثلا مدرک تحصیلی رو اگه دانشگاه دولتی هستی مدرک تحصیلی رو آزاد بخوای بکنی و ترجمه بکنی اون مدارک رو. و حالا اینکه ما اینو صحبت کردیم که یه دیدی داشته باشی، بعضی از این کارا رو میتونی به صورت موازی انجام بدی. یعنی مثلا مدرکت تو همزمان که داری زبان میخونی، خب مثلا مدرکت هم سراغش بری. آره چون بالاخره یه دیدی هم آدم باید داشته باشه نسبت به زمان هر کدوم از این پروسه ها. مثلا برای من چون که سابقه کار داشتم، آزاد کردن مدرکم کم طول کشید، چون که مثلا رفتم اون مدارک رو آماده کردم که من سابقه کار داشتم، بیمه‌مو ارائه دادم و مثلا اصلا دیگه صاف شد. خب ولی واسه یکی هستش که نه، باید صبر کنه. مثلا باید یه روش آزاد کردن مدرک اینه دیگه که تو بری به اداره کار بگی که من کار پیدا نکردم بعد از تحصیلم، بعد مثلا بعد از یه مدتی آزاد میشه مدرکت، چون که اون تعهدیه که تو نسبت به محیط کار داری میدی از طرف دانشگاه که قراره کار پیدا کنی. خب من کار پیدا نکردم چیکار کنم؟ پس این میشه روش آزاد کردنش، که اون مثلا بعد 6 ماه مدرک تو بذاری که بمونه که مثلا آزاد بشه. این مدت مهمه دیگه. پس مثلا ممکنه تو همزمان با شروع کردن زبانت نیاز باشه که اونم انجام بدی. این از جمع کردن مدارک. مرحله بعدی میشه مرحله حالا انتخاب دانشگاه، پیدا کردن استاد و بستگی داره به اون جایی که حالا میخوان مهاجرت بکنن، اون کشوری که انتخاب کردن. مثلا میدونم بیشتر دانشگاه‌های آمریکا و کانادا اینجوریان، حالا که استاد محورن، یعنی استاد اگه تایید کنه دانشگاه خیلی اهمیتی نداره. اون مثلا حالا بحث ادمیشن، یعنی دادن بحث پذیرش دانشگاه، اگر استاد اوکی کنه مثلا، خب معمولا یه فاندی هم استاد خودش، یعنی اون بورسیه‌ای که داره، کمک هزینه‌ای که میده، چون استاد داره تامین میکنه دیگه، دانشگاه خیلی اهمیتی نداره براش، میگه آره بیا بپذیرین این دانشجو رو. که این حالت توی دانشگاه استرالیا هم هست. یعنی خب بستگی داره. پذیرش رو به صورت کلی میتونیم بگیم یا استاد محوره یا کمیته محوره. کمیته اینجوریه که یه کمیته هست، حالا مثلا 3-4 نفر از طرف دانشگاه که تصمیم میگیرن. بازم شما باید یه استاد پیدا بکنی که میگی که من حالا این سوپروایزرمه و باهاش صحبت بکنی، حالا موضوعی که میخوای کار بکنی حدوداً بدونی، ولی در نهایت دانشگاهه که به تو بورسیه میده یا پذیرش تو میده، و حتی اگه استادم یه مقدار بورسیه داشته باشه، بازم تایید دانشگاه و اون کمیته خیلی مهمه. و خب حالا ما
پس تو هر دو تا حالت خیلی مهمه که استاد پیدا بکنید، یعنی اون استاده مهمه. حالا بعضی موقع استاده خیلی نظرش مهمتره، بعضی موقع کمتره. یه حالتی هم هست تو اروپا، حالا چیزی که من حدوداً میدونم اینه که توی آمریکا و استرالیا و حالا مثلا بعضی از دانشگاهایی که این سیستمه، تو یه موضوع کلی داری. مثلا من با استادم که صحبت می‌کردم اولش، یه موضوع کلی بود، قرار بود صحبت بکنیم، حالا یه پروپوزالی هم براش نوشتیم، ولی بعداً میتونه عوض بشه، آره مثلا تغییر بکنه. یعنی اون پذیرشو که گرفتی دیگه تو دانشجو شدی، حالا فقط برای دانشگاه میای تحقیقاتی انجام میدی، مهم نیست موضوع خیلی چی باشه. ولی برای مثلا اروپا اینو میدونم که موضوع حتی پروژه معلومه. خب یعنی تو خیلی دانشجو نیستی، بیشتر تو اروپا انگار کارمندی و حقوق و شرایط کارمندی رو داری و خب اون موضوع هم مشخصه. به خاطر همین تو باید دقیق تر اون موضوع رو دوست داشته باشی. اصلا دیگه براش پروپوزال هم حتی ممکنه قبلا نوشته شده باشه، تو فقط میری مثلا آره جوین میشی و خب اونجا هم باز اهمیت داره که مثلا اون استاد و اون کمیته رو در نظر داشته باشی. حالا از اینکه بگذریم، مرحله بعدیمون میشه اگر که استادو پیدا کردی، حالا مصاحبه است با اون استاد، ایمیل زدن و این تجربه خودمو میگم بعد از اینکه چجوری من مثلا استاد پیدا کردم. ولی استادی که پیدا کردی و حالا باش مصاحبه کردی و پذیرش دانشگاه رو گرفتی، دیگه پذیرش دانشگاه رو گرفتی و میخوای اقدام بکنی برای ویزا، بعدش دیگه میشه صبر دیگه. یعنی اقدام برای ویزا خیلی سخت نیستش. حالا من خودم انجام دادم، ولی بعضی از بچه‌ها حتی از مثلا وکیلم استفاده میکنن، کمک میگیرن برای یه سری از مدارکی که باید آپلود بکنن و اطلاعاتی که بدن. مثلا برای استرالیا یه دقیقا اسمش رو یادم نمیاد، CDR نبود، یه فایلی بود که توضیح میدادی که تو مثلا برای چی داری میای استرالیا، مثلا یه سری داکیومنت دیگه. این چیز مدارکی که بعد آپلود بکنی رو، اینا رو میتونی مثلا حالا از وکیل استفاده بکنی و بعد از اون که منتظر ویزا میشی دیگه، حالا اون داستان خودشه دیگه، صبر و صبر و صبر. پروسه کلی مهاجرت تحصیلی، حالا اگه دوست داری تو هم مهاجرت اقامت دائم رو ادامه بدیم، بعدش حالا تجربیات خودمون هم میگیم. با تجربه شخصی من طبق اطلاعاتی که دارم، بازم خودش استریمای خاص خودشو داره. حالا یه استریمی که خود من واسش اپلای کردم اسکور بیس بود یا اسکیل ورکر بود که بر اساس مهارت‌هایی که تو داری یه سری امتیازات بهت داده میشه. یه حد نصابی هم تعیین شده بنا به رشته تحصیلی تو. مثلا من مکانیک بودم که تو بعد اونو دیگه اگه بالاتر باشی که خب فبها، اگه نه پایین‌تر نباشی بعد براش مثلا امتیاز جور کنی. نمره زبان جزو چیزایی بودش که حالا به اون امتیاز اضافه می‌کرد. حالا نمی‌خوام فعلا تو جزئیاتش برم. یه استریم دیگه هست این که حالا توی کاری توی شرکتی پیدا می‌کنی، اون اسپانسر میشه. حالا ما اسکیل ورکر، یعنی من چیزی که من به قولی خودم اپلای کردم برای اقامتمون، همون ویزای اسکیل ورکر. اسکیل ورکر میشه مثلا کارگر ماهر ترجمهش، یعنی بر اساس همون مهارتایی که داری امتیاز بهت میدن و خود اون یه سری حالا مراحل داره. خب اوایلش خیلی شبیه به همون ویزا دانشجویی، یعنی خب برای تو یه سری مدارک داری و باید اونا رو جمع بندی کنی، جمعش کنی. ما چون حالا اکثر بچه‌هایی که اینجا دانشجویی میان لیسانسشون یا فوق لیسانسشون رو از دانشگاه ایران گرفتن. خب استرالیا نه اینکه اینا رو به رسمیت نشناسه، ولی با یه سری فقط، یعنی اینجوری بگم، یک سری دانشگاه رو به رسمیت میشناسه که مثلا یه سری دانشگاه آمریکا، آفریقای جنوبی و فکر کنم دانشگاه اروپا و کانادا تا جایی که من میدونم. ولی برای کشورهای دیگه بعد این ارزیابی بشه که یه ارگانی هستش به اسم انجینیر استرالیا. اگر مهندسی خونده باشی برای رشته‌های دیگه هم احتمالاً ارگان‌های مربوط وجود داره که این مدرک تو رو ارزیابی میکنه. خب مرحله بعدی یعنی این که تو وقتی مدارک تو جمع کردی باید به این ارگان حالا انجینیر استرالیا مراجعه کنی تو کیس ما و اونا برات ارزیابی میکنن. وقتی اون ارزیابی شد و اون یعنی خودش هم یه مدرکه، تو حالا میری اقدام میکنی برای EOI Expression of Interest، یعنی مستقیم اپلای نمیکنی برای خود اقامت دائم که انگار که یک پیش مرحله‌ایه که حالا اون کیس آفیسر مربوطه میاد یا فکر میکنم مثلا کیس آفیسر اساین نمیشه، ولی در حال یک پیش فرمیه که تو مثلا ادعا میکنی، کلیم میکنی که من امتیازو دارم. مثلا میگی که چه امتیاز زبانم انقدر، مثلا آیلتس فرضاً 8 یه امتیازی تعلق میگیره که بر اساس اون حالا تو وارد پروسه ارزیابی ویزا میشی که حالا هزینه ویزا رو هم به قولی پرداخت. حالا باز این یه کلیتی از
پروسه اقامت ویزای اقامت دائم، میگم همطور که مرضیه گفته خودم هم اشاره کردم، ما خیلی داریم کلی به این مراحل اشاره میکنیم. اگه حالا دوست داشتین میتونیم بیشتر به تفصیل بیان کنیم، ولی فکر میکنم برای این اپیزود فعلا به صورت کلی میخوایم یه جنبندی داشته باشیم. ولی چیزی که من به شخص خیلی دوست دارم حالا اینجا به اشتراک بذارم و تجربهش کردم 2 بار، یه بار سر پروسه ویزای دانشجویی و بعد هم ویزای دائم، حالا بعدش هم دیگه حالا شهروندی که خب راحت‌تر سرراست‌تره، اون بحث به قولی احساسات و افکاری که تو توی این پروسه داری، یعنی چیزی که شاید توی هیچ کتابی راجبش صحبت نمیشه، خیلی ملموس‌تر و واقعی‌تره که وقتی که تجربهش میکنی. و اون چیزی که مرضی هم اشاره بهش کرد که صبور بودن و استقامت داشتن و کم نیاوردنشون، این پروسه باید کفش آهنی بپوشی. یعنی حالا اگه خوش شانس باشی ممکنه چه بدونم مثلا ویزات سریع بیاد و برسی به اون حس دست یافتن و دستاورد داشتن که خیلی حس خوبیه، ولی میتونم اینجوری نباشه، یعنی میتونه خیلی طول بکشه. و من دوستایی که داشتم تو ایران و حالا با هم در ارتباط بودیم که اخیراً مهاجرت کرده بود به خاطر شرایط کرونا یا حالا شرایط سیاسی جغرافی ایران، یکم وقتی ویزاشون طول میکشید دیگه کلا بیخیال میشدن. و چیزی که من سعی می‌کردم به عنوان حالا یه دوست خوب بهشون بگم این بود که آقا کم نیار، ببین این صبر یه جاهایی آدم باید تو زندگی رو تمرین کنه و شاید این پروسه مهاجرت شاید جزء تنها جاهایی باشه که آدم این رو تجربه میکنه. دلیلش هم اینه که یکم اشاره بهش کردم، چون یعنی هیچ توی این پروسه است، یعنی توش هیچ دستاوردی نداره توی این مرحله ها، یعنی توی این ریز مرحله ها که آدم یه انگیزه بده، آدم درگیر روزمرگی میشه، آدم خیلی خیلی طبیعیه که تو توش ناامید بشی. مخصوصا من یادم میاد که سر ویزا دانشجویی خب مال ما کمی، چون ما خب 10 سال پیش مهاجرت کردیم یکم شاید به مراتب راحت‌تر از الان بود، ولی سر ویزای دائم که ما توی خود خاک استرالیا اپلای کردیم و با ما اینجوری گفته بودن که خب تو اگه استرالیا اپلای کنی 3 ماه ویزات میاد. و خب اقامت دائم خیلی پاتو سفتر میکنه تو اینجا، خیلی همه دنبالشن اونا، ولی برام 17 ماه 18 ماه طول کشید به خاطر حالا شرایطی که بود. یعنی میخوام بگم کیس با کیس خیلی فرق میکنه و من اونجا خیلی احساس کردم که چقدر نیاز هست آدم صبور باشه و این دلیل اینکه دوست دارم به اشتراک بذارم این که باید آگاه به این باشی، یعنی باید به این آگاه باشی که این پروسه استقامت لازم داره، صبر لازم داره، امید و سپردن لازم داره. خیلی وقتا تو زندگی یه سری چیزا تحت حیطه کنترلته، یعنی تو میتونی کنترل کنی که مثلا باید اقدام کنم، مثلا باید چه بدونم این مرحله رو آگاهم، ولی یه سری چیزا دیگه دست تو نیست. حالا به هر چی که آدم اعتقاد داره، خدا، کائنات یا حالا هر چیزی دیگه باید بسپری و رها کنی و دیگه کار خودت رو انجام بدی. همین که گفتی هم صبر باشه هم اعتقاد به اون کاری که داری انجام میدی. به خاطر همین ما گفتیم که اون قضیه تصمیم گیری خیلی مهمه، یعنی تو وقتی که تصمیم گرفته باشی 2 تا 4 تا کرده باشی و مطمئن باشی که میخوای بری، دیگه خودتو به هر چی میگم به آب و آتیش میزنی و همه راهها رو امتحان میکنی و ناامید نمیشی. بودش مثلا مخصوصا تو پروسه همین ویزا که میگی آدمایی هستن که مثلا 2 سال 3 سال منتظر ویزا هن و چون که قراره برن این حس رو هوا بودنه، تو برزخ بودنه خیلی اذیت میکنه آدمو. یعنی مثلا زندگی تو متوقف میکنی. من حتی مثلا دوستان بودن که چمدونشون رو خریده بودن آماده گذاشته بودن که الانه که ویزا بیاد 2 سال طول کشید 3 سال سر کار نمیرفتن و واقعا بعد از اون که باهاشون صحبت کردم میگفتن که فقط زندگی تو متوقف نکن. یعنی تو اون زندگی که داری انجام میدی، کارت، تا جایی که میتونی این صبر اینجوری خیلی راحت میشه تا وقتی که تو مثلا کارتو ول کرده باشی، نمیدونم فقط چسبیده باشی به قضیه مهاجرت. آره یه جایی هم که گفتیم موازی کاری، تا یه جایی مثلا تا قبل از این که نمیدونم مثلا ویزا بیاد یه جاهای یه چیزایی رو باید فداکاری بکنی و از دست بدی. آدمایی هستن که فول تایم دارن کار میکنن، از اون طرف وقتی که کامل کار میکنی مثلا از 8 صبح میری تا 5 بعد از ظهر، بعد از اون مثلا حالا دوست من هستش دارم باش صحبت میکنم همین الانم مثلا داره اقدام میکنه، بعد انتظار داره که از 5 بعد از ظهر بیاد شروع کنه زبان بخونه، بعد هر بار میاد خسته و کوفته نمیتونه زبان بخونه
بعد دیگه ناامید میشه یواش یواش. اینم هستش که باید واقع بین باشی نسبت به شرایط خودت و واسه خودت یه برنامه خیلی واقع گرایانه داشته باشی و منظم و اونو ادامه بدی و ازش کوتاه نیای. حالا خیلی من کاملا این خیلی خوب اشاره کردی، واقعا واقع گرایانه بودن، چون آدم وقتی میاد برنامه نویسی میکنه همیشه خود ایدئالش رو تصور میکنه و میگه که خب دیگه مثلا به قول تو از 5 سر کار اومدم کله میرم میشینم مثلا کتاب باز میکنم تا 10 شب میخوام، بعد میرسه میبینه نه گوش نشه، بعد دوش بگیره، الان اصلا حسش میخواد یه سریال ببینه، اصلا شو ساعت 9 شب. حالا اگه متأهل باشه بچه باشه که دیگه فبها. هیچ مسیری بدون ریسک نیست، یعنی و هیچ مسیری بدون هزینه نیست. شاید مثلا وقتی آدم انقدر آتیش تصمیم گیری برای مهاجرتش داغ باشه، من دیدم خیلی میان پاره وقت میکنن کارشون، هیچ پیشنهاد به کسی نمیدن، ولی میخوام بگم باید هزینه بدی و باید ریسک بکنی. من یه چیزی که من شاید در مورد دوستایی که تو ایران هستن و گیر کردن هنوز تو مرحله تصمیم گیری و خب دوستم یه ارجایی بهش بدم به مرحله قبل، اینه که هم بحث هزینه دادنه. یعنی که تو نمیتونی ایدئال مسیر نرمال زندگی تو بری و کار تمام وقت مهاجرت رو داشته باشی، بعد از یه چیزی بزنی. مثلا شاید باید چه بدم آخر هفته تو اختصاص بدی به اپلای کردن و وقتی که این کار نکنی نمیتونی کل پروسه رو به قول اینا بلیم بکنی یا سرزنش بکنی، نه نمیتونم. تو چقدر واسش هزینه کردی، تو چقدر حاضر شدی ریسک کنی. باید هزینه بدی، همه چی ریسک. تو نمیتونی انتظار داشته باشی که نه ایدئال من برم کار فول تایم خودم بکنم، حقوق خوب بگیرم، مهمونیمو برم، سوشال لایفمو داشته باشم و از اونورم اپلای کنم. نه، هزینه باید بدی. و وقتی آگاه باشی کفش آهنی پات میکنی و عزمتو جزم میکنی، به جای اینکه بیای حالا پروسه رو سرزنش کنی آقا نمیشه، نمیتونم برم. نه، اصلا تو چقدر واسش هزینه دادی، تو چقدر به خاطرش ریسک کردی. دقیقاً خیلی باهات موافقم.